سلطان قلبم. باور کنین با این سریعتر مداوا میشه. زهرمار سریعا اثر میکنه. وقتشه برای وطنت تلاش کنیم. یه مأموریت مهم داری. مأموریت تو اینه، با این زهر باید عارف لنگو بکشی. یه قطرش هم کافیه. مجبورم که این کار رو انجام بدم. نه نمیتونم. خسته نباشی آنا خاتون. وضعیتت چطوره؟ مرهم آماده کردم، دیگه چیزی نمونده. دستت درد نکنه. چرا دروغ بگم؟ فکر نمی کردم دوای درد باشه. هر بار منو یه جوری متحیر میکنه. نظر لطفتونه. ولی تو یه چیزی هست. دستت میلرزه. خیلی انشالله. نه خستم یکم. میشه خواهش کنم که مرهم آقای حکیم بذارن؟ حکیم رو صدا کنی. اطاعت سرور. آنا، تو مشکل دیگه ای که نداری؟ به لطف شما نه سرورم. با اجازتون. آنا پترونا، یعنی چی نمیتونم بکشم؟ یکم بزرگتر فکر کنید. با کشتن یه نفر جون یه نفر دیگر رو نجات میدی. یک دفعه ترازو جون پدرتونه، یک دفعه دیگه جون یه آدم بی سر و پا. نکنم سخت باشه. یک دفعه ترازو جون پدرتونه، یک دفعه دیگه جون یه آدم بی سر و پا. آنا چی شده؟ نه چیزی نیست. چیزی نیست؟ حالت پریشونه. صبح با حال خوب از اینجا رفتی بیرون، معلومه که چیزی شده. بگو ببینم چی شده. نمیتونم آیپری. تازه بگم هم کاری از دستت بر نمیره. حتما یه راه نجات پیدا میشه. بگو. برای من تنها راه نجات حرف زدن با پادشاه. سرورم، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، ولی عرض مهمی دارم. صداقتی که بهتون دارم و خودتون میدونین. تا امروز بابت هیچ موضوعی خدمتتون نیومدم. میدونم. مسئله چیه؟ از شما میخوام صالحه رو عفو کنین. اشتباه کرده. اشتباه بزرگی هم کرده. ولی اون هنوز خیلی جوونه. به مرحمت شما نیاز داره. خاطر تو برام خیلی عزیزه. خودت هم اینو میدونی. ولی وضعیت معلومه. خطا مشخصه، خطاکارم مشخصه. هیچ دلیلی نداره از حرفم برگردم. اما انسان جایز الخطا سرورم. مگه برای رسیدن به مرحمت خدا نباید رو زمین مرحمت کنیم؟ آشوب جان، مرحمت مخصوص مظلومه. صالحه هم خطاکار هم طلبکار. اصلا هم قصد عذرخواهی نداره. حکمم قطعیه. حق با شما سرورم. اشکامو به پای سرکشیم نذاری. دل مادر حکم سرش نمیشه. با اجازتون.
بیا تو کالفا. لطفاً به سرآشپز بگو برای شام مهمونی داریم. این جشن برای چیه سلطانم؟ دلم خواسته. اشکالی داره؟ هاشا، چه اشکالی داره؟ شما که به سخاوتمندی معروفین. خیرخواهیتون به گوش ارشیان رسیده، چون برای صالحه مجازات شده غذا میبرید. معلوم هست چی میگی کالفا؟ به چیزی میخوای اشاره کنی؟ اشاره؟ نیازی به اشاره نیست. من دارم علنی میگم که شما این کارو کردین. این چه جسارتیه جفری کالفا؟ به من تهمت میزنی؟ خودتون رو بی خودی خسته نکنیم. دیدم که برای صالح غذا بردیم. یعنی تهمت نیست، حقیقت اینه. اگه اینقدر مطمئنی چرا به پادشاه نمیگی؟ گناه مال شماست، پس اعترافم برازنده شماست. هرچی باشه مادر شاهزاده ای. اینجوری برای خودتونم بهتره. فکر میکردم توی این قصر از هم حمایت میکنیم کالفا، اما حالا که اینطوره منم به پادشاه میگم که چهارشنبه اول هر ماه مخفیانه کجا میری. نظرت چیه؟ شما اینو از کجا میدونی؟ جفری کالفا، تنها تو نیستی که توی این قصر از همه چیز خبر داره. من یه زنم رو درک میکنم. رازت پیش من میمونه، البته تا وقتی که راز من پیش تو محفوظ باشه. بسیار خوب. پادشاه به خاطر این مسئله ناراحت نمی کنی. نظر منم همینه سلطانم. آقا هنوز باید منتظر باشیم؟ یکم صبر کن. اگه یکم فتاحو بشناسیم میدونیم که میاد. بفرما. داره میاد. بی خودی نگفتن سگو بیارا چماق آماده کن. صبح همگی بخیر. همه چی حاضره؟ حاضره. زود باش، به اندازه کافی معطل کردی. عالیه. میدونستم میشه بهت اعتماد کرد. هجوم. کاش یه راهی بود که بشه پادشاه رو راضی کرد. دیگه خیلی تیر والدم.
یادت نره برام نامه بنویسی باشه؟ نگران نباشی می‌نویسم حتما. به سلامت بری. اگه مشکلی بود حتما خبر بده. حتما. خداحافظتون. خیر خانم معلم، مشکلی هست؟ یه عرضی دارم خدمت پادشاه که باید بهشون بگم. پادشاه تو اتاقشون نیستن، بعداً بیاین. حرفام خیلی مهمه. اینجا منتظر میمونم. بهشت مولا، وضعیت نهایی چطوره؟ خبرها خوب نیستن سرورم. زخمش داره خوب میشه ولی جسمش بیشتر از این نمیتونه تحمل کنه. چشماش باز میشه ولی معلوم نیست چی میبینه. هزیون میگه ولی معلوم نیست چی میگه. هزیون میگه؟ چی میگه؟ یه صداهای نامفهوم در میاره. انگار میخواد از یه گناهی رها بشه. ترس از مرگ دوای هر دردیه به هر حال. حرف بزن. کی این دستوراتو بهت داد؟ من نمیدونم. تیکه ملموم، اعتراف کن که روحت راحت تسلیم بشه. فدا. فتا. پس پشت این قضیه تویی فتا. از ما سلطان سر کیسه رو شل کرده. با خرج کردن تمام نمیشه اینا. همه چی رو به راهه؟ رو به راهه. آقا خالد چیکار داری میکنی؟ اون سلاح و شیطون وسوسه میکنه. وقت شوخی نیست. درسته، وقت شوخی نیست. ببین، صداقت من به تو معلومه. کدوم مفسد ذهنتو به هم ریخته؟ کی تو رو با من دشمن کرده؟ زندگی آقا فتاح، زندگی. یه روز میاد دوست قدیمی دشمنت میشه. میگن آدم شیر خام خورده است. حساب منم همینطوره. به اطلاعاتم رسیدی. حالا برو کیفشو ببر. هر طور شده اون فتاح نامردو بیارین، مجازاتشو با دستای خودم میدم. سرورم، به همه نشون میدم پشت سر من نقشه کشیدن چه عواقبی داره. آقایون بیاین. اونجا رو میبینین آقایون؟ امروز شانس با ما یاره. خیلی وقت همچین کالسکه شیکی از اینجا رد نشده. یه کاسه زیر نیم کاسه است آقایون. این شبیه کالسکه قصره.
باید محتاط بود. چه حرفایی میزنی؟ کالسکه قصر بیرون شهر چی کار میکنه؟ محافظ داره نمیبینی؟ کسی که محافظ داره پولم داره. ما هم باید سهممونو بگیریم. رود باشیم بریم. وایسا، یا پولتو بده یا جونتو. صاحب کنی یه مسافر مهم ما داریم. اگه برای سرش بیاد همه تون میمیرین. یا ببینم سر کی میخواد بره. آنا، چرا اینجا منتظر نشستی؟ سرورم منتظر شما بودم. منتظر منی؟ خیره، مشکلی پیش اومده؟ اگه اجازه بدین عرض مهمی دارم. خیلی خوب، بیا تو. بشین. حرف نمیزنی؟ چیه که تو رو انقدر پریشون کرده؟ سرورم، من میخوام یه چیزی رو به شما اعتراف کنم. نفسه آخرش کشید. خدا بیامرزتش. سریع به سرورم خبر بدید. زود بشنم، منتظرم حرف بزنی. راستش من در واقع بیا. ببخشید سرورم، ولی موضوع مهمه. نمیشد صبر کنم. بگو زهیر. بگو دیگه زهیر، چی شده؟ سرورم عارف لنگ فوت کردم. آره دیگه باید به خدا حساب پس بده. ما چیزی که میخواستیم ما ازش شنیدیم. مرد. پس مرد. آنا 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 نمیمیرم. کمک کنید، یکی کمک کنه.
ارادتمند شدی. برای هممون کافیه. الماس انگشترش چی میگی؟ الماس خاص مبارک. خود خاتونم الماسه، خیلی خوشگله. نزدیک نشید. من شاهزاده‌ام. اگه بهم دست بزنید هیچ کدومتون رو زنده نمیذارم. تو شاهزاده ای؟ ببین اینم صدر اعظمه. منم وزیرم. یکی کمک کنه. یکی کمک کنه. بلم کنید. به من دست نزنید. چی کار میکنین آقایون؟ بلش کنین. برو پی کارت وگرنه بد میبینی. فرار کردن و رفتن تو مرام ما نیست. ول کنین دختره رو تا نزدم. با خودش تنش میخوره. ای وایسا، کجا فرار میکنی؟ من بهت آسیب نمیزنم. کجا داری میری؟ وایسا، فرار نکن. وایسا، اونجا گرگ وحشی از کجا میری؟ صبر کن. خاتون خوبی؟ خاتون حالت خوبه؟ بهتر شدی؟ خوبم سرورم. خیر معلم، چت شدی یا از حال رفتی؟ میخوای یکیم خبر کنم؟ نه هیچ نیازی نیست سرورم. از خستگی حتما. یهو سرم گیج رفت. بهتره که من برم. شما سرتون شلوغه. به کاراتون برسید. وایسا ببینم. کجا میری؟ اتاقم. مگه نمیخواستی یه چیزی بهم بگی؟ اول حرفتو تموم کن. چی داشتی میگفتی؟ یه چیزی میخواستم بگم راجع به اون موضوع. حرفو نپیچون انا. من میدونم چی میخوای بگی. شما میدونی؟ آره میدونم. میخواستی اعتراف کنی چرا از من فرار میکنی. چون اون روز نتونستی بگی. حق با شماست. راجع به اون موضوع بود. خب گوشم با توه؟ چرا ازم فرار میکنی؟ چیزه. خب میشنوم. سلطان هوشیار. سلطان هوشیار؟ بله، به خاطر سلطان هوشیار فرار میکردم. چون که به خاطر شما خیلی به من حسادت میکنه. بله، چند بارم به هم گفت که از پادشاه حتما فاصله بگیر. گفت فاصله بگیر؟ بله گفت فاصله بگیر. چون اون گفتم فاصله گرفتی. آره خب اینجوری شد دیگه. خب حالا به نظر تو چرا هوشیار حسودیش میشه؟ نمیدونم سرورم. به نظر من حسادت خیلی حس بچگانه ایه. معلومه؟ تو عمرت هیچ وقت حسودی نکردی؟ حسادت نکردم سرورم، چون خیلی رفتار بی‌معناییه. یه آدم عاقل هیچ وقت به کسی که دوستش داره حسادت نمیکنه، اعتماد میکنه. درست نمیگم؟ انا، عشق کار عقل نیست، کار دله. بازم داری اشتباه میکنی و حرفای گنده میزنی. بعدا این حرفاتو پس میگیری. فکر نمی کنم. حالا میبینیم. سلطانم، خبرایی دارم.
تعریف کن گلزار، چی شده؟ برای پادشاه از روسیه مهمون میاد. عالیه، ولی به من چه مربوطه؟ این مهندسی که میاد با خواهرش داره میاد. شبم با پادشاه میرن خونه اسما سلطان. پس پادشاه حتما منم میبره. حالا چی بپوشم؟ به نظر تو چی بپوشم که سلطان فقط منو ببینه؟ امروز یه مهندس روس با خواهرش به دعوت من به قصر میان. به عنوان مترجم میخوام تو هم اونجا باشی. هرچی باشه زبون مادریته. باعث افتخاره. شبم میری مهمونی خونه اسما سلطان. میخوام اونجا هم پیشم باشی. با کمال میل سرورم. فقط راستش لباس مناسبی ندارم. مهم نیست، حل میشه. کلاسای امروز تو تعطیل کن. چشم سرورم. آنا، بفرمایید سرورم. لازم نیست به خاطر هیچ کس از من فرار کنی. البته تا زمانی که خودت نخوای. چشم سرورم. موسا، سری برو به میدون با ینیچریا حرف بزن. شاید کسی خبر داشته باشه. منم یه سر میرم خونه فتا. پاشا، هنوز خوب نشدی؟ کار درستی اینجوری راه افتادی؟ موسا، سگ آبی باید تو آب باشه. این فتاح ملعون رو پیدا کنیم، بقیه‌اش مهم نیست. پسرم خوبی؟ چه بلایی سر این اومده؟ وای بیچاره. زنده است. زنده است این. بدو خانم بدو، اینجا یه نفر زخمیه. کم مونده بود همه چی رو بگم. با این زهر عارف لنگو میکشی، یه قطرشم کافیه. نجات پیدا کردم. نامه. آنا، آنا، این دیگه چیه؟ زخم عمیقی نیست. یکم دیگه بیدار میشه. چیزی نیست. به سر و وضعش نگاه کنی معلومه دختری پادشاست. اما پسرم، به نظرت کار درستی کردی این دختر رو آوردی خونه؟ یه وقت فکر نکنن تا هم راه زنی. چی کار باید میکردم مادر؟ این طفلک اونجا ولش میکردم؟ نگاش کن، اون خیلی معصومه. به هر حال یکم دیگه به هوش میاد. میفهمین کیه. اونو بدش به من. چی شده آنا؟ مگه چیه این؟ هیچی، یه نامه برای بابام نوشته بودم. خب پس چرا اینقدر ترسیدی تو؟ خصوصیه، برای همین. نمیخواستم بخونمش. حالا بگو ببینم تو چی کار کردی؟ با پادشاه حرف زدی؟ موضوع رو بهش گفتی؟ حرف زدیم، همه چی رو به راهه. باشه، من داره دیرم میشه، داشتم میرفتم سر کلاس، گفتم ببینم چیزی لازم داری یا نه. ممنونم. ای کبوتر، تو هنوز اینجایی؟ یه اتاق پر خیاط منتظر تو هستن. واسه چی؟ میخوان فرانسه یاد بگیرن. چی داری میگی هم چی میگم؟ خیاط چی کار تو داره؟ میخوان برات لباس بدوزن. دستور پادشاهه، گفته برای معلم یه لباس فوق‌العاده بدوزیم. واقعا؟ آره واقعا.
من یه کار کوچیک دارم، زود برمیگردم. یه اتاق پر خیاط نگران این هستن که لباسو چطوری بدوزن. اون وقت تو میگی یه کار کوچیک دارم. یه بیا دقیقه ببینم فقط. را بیفت، زود باش.